ارزش زنه، عزت زنه، آبروی زنه. اما زن مسلمان امروز میبینیم آهسته آهسته در کوچه و بازار دخترانی که مکاتب میرن رو لخت نمایان میشه، داخل سرویس ها، داخل موترها، داخل پنتون، داخل بازار. خواهر مسلمان، حجاب ارزش برای تو، حجاب ارزشه. چگونه ارزش خود را حفظ کن؟ امروز به چند واقعه که خود ما شاهدیم، به یکی دو جوان گفتن که دختر فلانی برای تو خواستگاری میکنن، میخوایی؟ گفت که نه نمیخوام. چرا نمیخوایی؟ گفت دیدم داخل سرویس دیدم، داخل بازار دیدم، از مکتب بیرون شد دیدم. خواهر مسلمان، بازار میری با حجاب برو، مکتب میری با حجاب برو، ارزش خود را حفظ کن. آیا همین قدر ارزش نداری که دو تا زن به خواستگاری بیایه؟ همین قدر ارزش نداری که بیاین تو را ببینن و بعد خصوصیات تو را و زیبایی تو را، اخلاق تو را به پسر انتقال بدن؟ همین قدر کفایت میکنه که بگم من دختر فلانی را دیدم زیبا نبود. اگر تو را به کوچه و بازار نمیدید، حتما چند روزی به سراغت و رفت و آمد پیدا میشد. این یکی از خصوصیات حجاب هست. حجاب ارزشه، حجاب عزته، حجاب آبرویه. حالا دور در صدف چرا گذاشته میشه؟ چون دور ارزش داره که باید در صدف باشه. زن ارزش داره، باید بالاخره در یک چوکات اسلامی قرار داشته باشه. یک مثالی بیان میکنم. اشیا و اجناسی که بر سر بازار فروخته میشه نسبت به اشیا و اجناسی که در فروشگاه ها و به دکان ها فروخته میشه، در فروشگاه هایی که خیلی لوکس و مجلل و اینهای، آیا کدام یک ارزش بیشتر داره؟ گویی که در فروشگاه خیلی قیمتی و بالایه. حالا او جنسی که در فروشگاه شاید از لحاظ کیفیتی که داره بالاخره در فروشگاه گذاشته شده، خیلی هم گرانتره. هر کس به فروشگاه مراجعه نمیکنه، چون میدانه قیمته او جای درست گذاشته، کسی به او دسترسی نداره. اما اجناسی که در بازاره، حالا شاید که از لحاظ کیفیتی فرق هم نداشته باشه، یک جنس در کنار بازار عرضه میشه، یک جنس در فروشگاه شاید از لحاظ کیفیت خیلی فرق نداشته باشه، اما سر بازاری قیمتش بسیار پایینه. چرا پایینه؟ به خاطری که هر کس میبینه، قیمت عرضه شده، هر کس میبینه، نگاه میکنه، دلش شد میخره، نشد نمیخره. اما فروشگاه که میره، وقتی او را خریداری کرد، چقدر او ارزش میدانه. من این را از فروشگاه خریداری کردم، از جای خریداری کردم که از فلان مارکت و از فلان جا. این مثال ساده بود. زنی که به فکر حجاب نباشه، به فکر آبرو و عزت و شرف خود نباشه، او بازاری هست، کسی طرفش نگاه نمیکنه. یک انسانی که بی بندوبار و فاسق و فاجر باشه بین جامعه، 10 زن آشنا داشته باشه، نعوذ بالله من ذالک، اما موقعی که بخواه یک زن رو به عقد نکاح بگیره، همون انسان بی بندوبار هم بازم به فامیل توصیه میکنه که زنی به عقد نکاح من بیاورید که با حجاب باشه، مسلمان باشه، دیندار باشه. با او 10 دختری که رفاقت و دوستی داشت، از اونا خواستگاری نمیکنه، چون میدانه که اینا به درد نمیخوره. این از حجاب آبروی، عزت، شرف، مجد، تعالی، ترقی برای زن مسلمان. امروز 1300 مؤسسه کار میکنه. خواهر مسلمان، پدر، مادر، برادر، متوجه باش که ناموس من و تو را به بی‌عزتی و بی‌عفتی بکشانند. سرمایه گذاری میشه. یک برادر از یک مؤسسه قصه کرد، گفت زنهای هستن هر روز معاش دارن که بدون روسری با لباسهای فجی، اینا هر روز وظیفه اینا اینه که از این بازار به این بازار برن، از صبح تا شام دیگه کاری ندارن، فقط از این بازار به این بازار، از این خیابان به این خیابان، شام میرن معاش خور میگیرن. علت چیه؟ تا دیگرار بی تفاوت کنه. دیگه زنها که ببینن او زن بی حجابه، ما مسلمانان قول بدبخت شدیم که فورا مد میشه. نمیدانیم که اون لباس فاطمه الزهرا چگونه لباسی بود، نمیدانیم لباس عایشه صدیقه چگونه لباس، حالا فورا مد شده. عجیبه، سرپالقی مده، در دنیا مد شده. این آبروی، این شرف، عقل کجای سروران عزیز و بزرگوار؟ الله سبحانه و تعالی، رسول معظم اسلام زنان را توصیه به حجاب میکنن. خلاصه تو خواهر مسلمان حالا مخیری، خدا به تو میگه حجاب بگیر، رسول الله میگه حجاب بگیر، کافر میگه حجاب نداشته باش. حالا به حرف خدا و رسول میکنی و به حرف کافر، خودت اختیار داشته باش. بهشت از آن خدا و رسول، جهنم از آن کافر، خودت انتخاب.